سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم بهتون آموزش بدم که چجوری توی 30 ثانیه تمام گانهای وارزون رو آنلاک کنیم. تمام گانها تو هر لولی که باشین هیچ فرقی نمیکنه. قبل از اینکه بهتون آموزش بدم لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره بزن بریم. خب شما گانی که میخواین اول از اون انتخاب میکنین. من مثلا توی اسولت رایفلا مدل ال واسم لاکه، باز نیست، قفل. تنها کاری که لازمه بکنم روش کلیک میکنم، کیو ای و آر رو پشت سر هم اسپم میدم. اینجوری الان مثلا بریم آنلاکش کنیم، کیو ای و آر رو پشت سر هم روش کلیک میکنیم. همین جوری که دیدین گان واسمون اومد. مثلا اینجا میبینین زده مدل قفله، ولی من اینجا تو لوداتم دارمش. اینو رو همه گانا هم میشه استفاده کرد. بچه ها اگه این ویدیو به دردتون خورد لطفا لایک، کامنت و سابسکرایب بکنین و تا ویدیوی بعدی فعلا گود بای.